پیامبر صلی الله علیه و سلم زمان مدینه منوره آمدن، یاران اندکی داشتن. یک برادر داشتن پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم با نام ثعلبه ابن عبدالرحمن. هر کاری که میشد رسول الله ثعلبه را روان میکرد. یک روز ثعلبه ابن عبدالرحمن از پیغمبر خدا یک دستور گرفت، جانب کوه روانه شد. در اثناء سفر یک زن یهودی را دید که غسل میکند. همین ثعلبه دید، چند همون زن تماشا کرد، یکی به یادش رسید همین عمل ناجای من توسط وحی به پیغمبر خدا میرسد، من در پیش پیغمبر چی میگم؟ دیگر نزد رسول الله برنگشت، رفت در کوههای مدینه پنهان شد. وقتی نماز شام شد میبرامد فریاد میزد، گریه میکرد، روزانه میرفت ذکر میکرد. خداوند ذوالجلال حضرت جبرائیل علیه السلام روان کرد که بیرا به رسول من سلام بگو و بگو که می حال ثعلبه را از زمین خبر بگیرد. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت عمر و حضرت بلال روان کرد که بری ثعلبه را به کوه بیاری. اینا رفتن جانب صحرا، نمیدونن که ثعلبه کجاست، کجا را جستجو میکنن. از دور یک مرد از گوسفندچرانی میکند. مولانا حکایت میکند ناگهان دیدن یک چوپان ز دور، گشت آنجا در دل ایشان سرور. از دور دیدن که یک مرد گوسفندچرانی دارد، در قلبش یک شادی آمد. نزد او رفتند و پرسیدند از او گر خبر داری ز ثعلبه بگو. نزد همون مرد رفتن گفتن که برادر چوپان همین ثعلبه ابن عبدالرحمن هم میشناسی؟ چوپان گفت نه نمیشناسم. گفت همین یگان خبر داشته باشی ما را بگو. ثعلبه ابن عبدالرحمن گفت نمیشناختنش. چوپان جانب حضرت عمر گفت یک دو سه روز است که آواز خروش از میان کوه می آید به گوش. گفت همین چند روز شد که از همین دامان کوه یک صدای گریه می آید. گفت همین وقتی کسی هست در همین دامان کوه گریه میکند، همین گوسفندای من از آواز گریه این را چریدن میمونند، علف نگاه نمیکنند. یکی نماز شام شد، گریه ثعلبه ابن عبدالرحمن بلند شد. حضرت عمر آوازش شناخت و نزد کوه رفت و او را دعوت کرد. وقتی ثعلبه ابن عبدالرحمن دیدار حضرت عمر رضی الله عنه را دید، دوام شد به نزدش آمد و میگریست و میگفت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از همین گناه من آگاه شد. حضرت عمر گفت ما نمیدونیم گناه تو چی است. ثعلبه را گرفتن به نزد پیغمبر خدا آوردن. در گوشه مسجد از دور ایستاد گریه میکرد. وقتی پیغمبر خدا گشت جانب مردم که دیدار عمر را دید، گفت ثعلبه کجاست؟ گوشه مسجد نشان دادن. پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد به گوشه مسجد، گفت ثعلبه سر بردار. ثعلبه ابن عبدالرحمن گفت این چشمهایی که گناه کردن چگونه دیدار پیغمبر را ببینند؟ و گریه میکرد، فریاد میزد. پیغمبر خدا گفت ببری ثعلبه را خاندانش، شاید شدت گریه در خانهش آرام شود. وقتی خاندانش بردن 3 روز مسجد نآمد. حضرت عمر روان کرد برو کو ثعلبه کجا شد؟ وقتی که خاندانش رفتن، ثعلبه ابن عبدالرحمن در جایگاه مرگ دریافتند که گریه میکرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر به گوشش رسید، خاندان ثعلبه ابن عبدالرحمن آمد. سر ثعلبه را برداشت از بالیش در سینه مبارک نهاد. ثعلبه در حال سینه‌اش از سینه پیغمبر خدا گرفت. گفت یا رسول الله این سری که پر از گناه است چگونه در سینه مبارک، در سینه پاک می ایستد؟ خداوند ذوالجلال از این رحمت الهی
حضرت جبرائیل علیه السلام روان کرد که برای به حبیب من سلام بگو و بگو که گناه ثعلبه ابن عبدالرحمن بخشیدم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت ای ثعلبه چی آرزو داری؟ گفت یا رسول الله آرزوی من این است که خداوند نمی گناه ما ببخشد. گفت من برای تو یک بشارت میرسانم که برادرم جبرائیل رسانید که خداوند گناه ببخشید. ثعلبه ابن عبدالرحمن گفت لا اله الا الله محمد رسول الله و جان به جبار سپارید. یاران حبیب خدا صلی الله علیه و سلم بیان میکنند که ما در جنازه ثعلبه ابن عبدالرحمن پیغمبر خدا را دیدیم که با نوک پاش ره میگشت. پرسیدیم یا رسول الله چرا کف پاش در زمین نمیمانی؟ پیغمبر خدا گفت خداوند ذوالجلال به توبه این جوان مسلمان ملائک رحمت را از آسمان چنان به زمین روان کرده است که من میترسم کف پام در زمین نمانم ملائک زیر کنم. غافل مباش بنده که عمرت دوباره نیست. غافل مباش بنده که عمرت دوباره نیست. ذکر خدا بگو که از مرگ چاره نیست. در بندگی بکوش که فرصت غنیمت است، زیرا که روز مرگ به کس آشکارا نیست. ای دوستای مهربان، خدا را بندگی کنیم، با الله باشیم، نیت ها را پاک نگاه بداریم، زیرا این قوت و قدرت و دانش و توانایی را الله برای بنده می‌دهد. همه نمیتونن طبیب باشن، همه نمیتونن مهندس باشن، همه نمیتونن معلم باشن، لیکن همه میتونن بنده خدا باشن، بنده با ایمان باشن، بنده با سعادت باشن.